السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده، السلام علیک ایتها الرضیة المرضیه، السلام علیک ایتها الحورا والانسیه، السلام علیک یا فاطمة الزهرا سیدة النساء العالمین. سلام خدا بر وجود نازنین بهانه خلقت، دختر گرامی نبی مکرم اسلام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و تسلیت مجدد و تسلیت خدمت حجت الاسلام المسلمین آقای حاج ابوالقاسم دولابی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، عرض تسلیت، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و تسلیت فرارسیدن سال روز شهادت زهرای اطهر سلام الله علیها. مخلصیم، سلامت بشین. ما برای اینکه در جریان بحث بیشتر هممون قرار بگیریم، آقای حسین زاده یک خلاصه از برنامه هفته گذشته آماده کردن. با اجازه شما اینو ببینیم، برگردیم گفتگومون رو پیرامون موضوع مهم استقامت در قرآن کریم شروع می‌کنیم. بسم الله، بفرمایید. بله، در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، البته به روایت 75 روز همونطور که عرض کردم، با موضوع استقامت در قرآن کریم محضر آقای حاج ابوالقاسم دولابی عزیز هستیم. داشتم فکر می‌کردم که حضرت زهرا اولین شهیده راه ولایت بودند، مظهر استقامت بودند و در دامان پرمهرشون تجسم استقامت حضرت زینب کبری سلام الله علیها پرورش پیدا کردن. هر جور صلاح میدونید شروع بفرمایید، ما هم در خدمت شما. خواهش میکنم. من اجازه بفرمایید چون بحثمون بحث استقامت هست اشاره بکنم به اینکه استقامت نیازمند اسوه و الگوست. ما در برنامه قبل که بخشیش هم پخش شد اشاره کردیم که مقاومت و استقامت ریشه در اصل خلقت انسان داره. از روزی که خدای متعال آدم رو آفرید، حضرت آدم به عنوان نوک پیکان مقاومت در برابر هجمه ابلیس برای انسانها معرفی شد و پیامبران الهی همشون در واقع رهبران مقاومت بودند و تمام اولیاء الهی به عنوان الگو و اسوه مقاومت در برابر هجمه دشمنان ایستادگی کردند و بسیاری از اونها به شهادت رسیدند. و این شهدا به نظر من اسوه های تمام عیار مقاومت و استقامت هستند و ما میتونیم در رأس اونها اول شهیده اسلام بعد از رسول گرامی اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو نام ببریم که این بیبی بزرگوار ما قدرت مقاومت رو به همه پیروانش داد. یاد کنیم از همه شهدامون که با سربند یا زهرا در عملیات ها شرکت کردند و به شهادت رسیدند. یاد کنیم از سردار دلها شهید قاسم سلیمانی که دلداده حضرت زهرا سلام الله علیها بود. هرچه داشت از بیبی ما حضرت زهرا داشت و اگر به عنوان مرد مقاومت و مرد درجه یک مقاومت در دوران معاصر شناخته شد، به اعتقاد من هر چه داشت از شاگردی مکتب زهرای مرزی سلام الله علیها بود. سالها تو بیت الزهرای کرمان دم در می‌ایستادن، خوش آمد میگفتن و عزادار حضرت زهرا تو هر موقعیت بودن خودشون میرسوندن ایام فاطمیه به جلسه روزه. در قرآن هم خدای متعال فرموده است که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. در یه جای دیگری سوره بقره می‌فرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. این دو تا آیه با هم یه تفاوتی داره. یکی میگه که اینهایی که در راه خدا کشته میشن اینها رو مرده ندانید، که بگید خب رفت تمام شد. اینها زنده هستند و شما درک نمی کنید و احساس نمی کنید. پیام این آیه به اعتقاد من این است که شما باید گفتمان شهادت رو متفاوت با گفتمان مرگ و از دنیا رفتن و نابود شدن بدانید. شهادت یعنی حیات مجدد. شهدا زنده هستند و شما هم باید شهدا رو در کانون توجه خودتون قرار بدید. پیام آیه سوره بقره اینه. در سوره آل عمران میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله. میخواد اسوه و الگو به ما معرفی کند و اینکه شهدا دارن کنشگری میکنند، شهدا نرفته اند و شهدا از بین ما جدا نشدند و در بین ما هستند
و از یک جایگاه بالاتری و از یک پایگاه بالاتری دارن کنشگری میکنن. وقتی میگه عند ربهم یرزقون، میدونید عند رب بودن، عند رب بودن معناش این نیست که در بین ما نیست، هست ولی وصل به جای دیگه است. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شهدا هستن ولی چون وصل به بالا هستن قدرتشون 1000 برابر شده. شما الان فکر میکنید حضرت فاطمه سلام الله علیها در بین ما نیست؟ هست، هست و او هست، ما نیستیم. حضوری که او دارد امثال ما کجا دارن؟ حضرت زهرا که اصلا یک انسیه هوراست، یک قدسیه است. دست ما از دامان اون بیبی کوتاه است و خلاصه مرغ فکر ما به قله معرفت ایشون نمیتونه دست پیدا بکنه. بابا شهید سلیمانی فکر میکنین نیست؟ من معتقدم امروز شهید سلیمانی بسیار بسیار اثرگذارتر از زمان حیاتش در بین ما هست. زمان حیاتش اگر درجه اثرگذاریش 10 درجه بود، امروز 1000 درجه است. این دشمنم فهمیده. همین چند پیش یکی از تئوریسین و متفکرین غربی گفت اون موقعی که شهید سلیمانی رو زدیم، یعنی حالا بالاخره زدن، ایرانی‌ها گفتن که شهید سلیمانی به مراتب دستش بازتر خواهد بود از سردار سلیمانی. الان ما متوجه میشیم وقتی صحنه‌ها رو داریم میبینیم که نظر اونا درست بود. بله، شما میبینید در مثلا فرض کنید جبهه‌های مقاومت نام سردار دلها یا تصویر ایشون در دست رزمندگان هست. معلومه او داره کنشگری میکنه، داره فعالیت میکنه. بعد میفرماد فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این که میگم شهدا حضور دارن، میگه شهدا بسیار شادن و بشارت میدن به آیندگان. شهدا دارن بشارت میدن، دارن میگن بیاید این راه خوبی است. امروز همه ما میدونیم که راه شهید سلیمانی راه خوبی است، خیلی راه ارزشمندی است. بله، در یک لحظه یه اتفاقی ممکنه بیفته که در اون لحظه حتی به فرموده امام سجاد علیه السلام فرمود شهدای کربلا دردم احساس نکردن. چون کسی سوال کرد آقا شهدای کربلا خیلی اذیت شدن، این ضربات شمشیر، فرمود به اندازه الله حضرت تعبیر یه نیشگون، درد مختصری. یعنی این درک اگر ایجاد بشه در انسان که بالاخره یه لحظه است، این لحظه است که همه باید تجربه کنن. اگر شهید سلیمانی امروز شهید نمیشد، در اون روز شهید نمیشد، به شکل دیگری در یه حادثه تصادفی یا به مرگ طبیعی بالاخره باید میرفت، کما اینکه همه ما باید بریم. اما یه جوری رفت که در واقع ماندگارتر شد. یستبشرون، دارن بشارت میدن، دارن روحیه میدن. شهدا دارن روحیه میدن. ببینید زهرای مرضیه به همه مسلمانان در طول این 1000 اندی سال تاریخ شیعه داره روحیه میده. مجالس فاطمیه روحیه میده به کسانی که میان تو این جلسه مینشینن، بلند میشن میرن یا آدم دیگن. کی داره اینها رو اینطور مدیریت میکنه و راهبری میکنه؟ غلط است اگر فکر بکنیم اون مداح یا اون روزخانه یا اون سخن. نه، اون مداح و سخنران داره یک عرض کنم که ماده اعجازآمیزی رو به قلب و فکر این جوانها تزریق میکنه که اون ماده و اون عصاره اعجازآمیز یاد حضرت زهراست. اون یاد حضرت زهراست که این حرکت و این عرض کنم که انقلاب و این انفجار رو داره ایجاد میکنه. اون یاد سید الشهداست که اصلا انقلاب اسلامی ایران رو چجوری ما باید تحلیل کنیم؟ چی باعث شد انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد؟ مگه کم چیزی بود انقلاب اسلامی ایران؟ یه انقلابی که اصلا تاریخ معاصر ما رو دگرگون کرده و متحول کرده. یه انقلابی که اصلا تاریخ جهان رو به سمت و سوی دیگری داره میبره، داره به سمت ظهور حضرت ولیعصر میبره. مگه کم چیزی این انقلاب؟ چی باعث شد انقلاب رخ بده؟ کلونی ها و جمعیت های کوچکی که در مجالس حسینی در این گوشه و اون گوشه شهرها و روستاها و در سرتاسر کشور شکل گرفته بود. این مجالس حسینی بود که پایگاه انقلاب شد و این دلدادگان ابا عبدالله بودند که ظلم ستیزی، مقاومت در برابر ظالم، ایستادگی و جان دادن
در برابر زورگویی و ایستادن تا پای جان برای دفاع از مظلوم رو تو این مجالس یاد گرفتن. از کی یاد گرفتن؟ از امام حسین یاد گرفتن. اینها مانند قطراتی که کنار هم جمع میشن، تو راهپیمایی ها تبدیل به یک رودخانه شدن، رودخانه ها به هم پیوستن، تبدیل به یک سیل شدن و این سیل بنیانکن یک رژیم استبدادی 2500 ساله رو از این کشور ریشه‌کن کرد، برای همیشه ریشه‌کن کرد که دیگه باید خواب حکومت بر این کشور رو ببینن. خوابش هم دیگه نمیبینن، چون میدونن که دیگه خبری برای اونها در این کشور نیست. امام حسین علیه السلام ایستادگی رو یاد داد. امام حسین زنده است یا نه؟ اگر بخوام چشمامو ببندم و مثل کورها جواب بدم میگم نه، امام حسین زنده نیست، من زنده ام. اما اگر بخوام چشمامو باز کنم و واقع بین باشم میگم من مردم، امام حسین زنده است. امام حسین و همه کسانی که در راه خدا و در راه جهاد در راه خدا مردن در واقع شهیدن و زندن به تعبیر خود قرآن کریم. میگه که شهادت داستان ماندگاری آنانی است که دانستن دنیا محل ماندن نیست. هر کی که بدون دنیا محل ماندن نیست اتفاقا ماندگار میشه. جمله عجیب شهید آوینیه. بله، روحشون شاد، خودشون جزو شهدا هستن. به روح بلند همه شهدا صلوات بفرستیم و اجر این آیاتی که مرور میکنیم با هم رو هدیه بکنیم به روح مطهر همه شهدا، مخصوصا اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای عزیزم، آیات 169 تا 171 سوره آل عمران رو شنیدیم. تبیینش با شما. اینم من بگم، شما دارین از زبان کسی میشنوین درباره استقامت در قرآن کریم که حالا خودشون مدرس آموزهای قرآن کریم هستن در حوزه ها و اینها، ولی قرآن رو کلا در سینه دارن ها. یعنی تسلطشون و اشرافشون با قرآن کریم مثال زدنیه. حافظ کل قرآن کریم هم هستن. آجایز آقا مخلص. از کنم در شأن نزول این آیات گفته شده که خداوند متعال به ارواح شهدا وحی کرد که و خطاب کرد چه آرزویی دارید؟ گفتن خدایا ما چه آرزویی میتونیم داشته باشیم؟ ما غرق در نعمت جاودان تو هستیم، در سایه عرش تو مسکن گزیدیم. فقط یه خواسته داریم و اون که برگردیم و 2 مرتبه در راه تو شهید بشیم. انقدر این راه شیرین و دوست داشتنی است، دوست داریم یه بار دیگه شهید بشیم. خدا میفرماید که فرمان من تخلف ناپذیره و کسی دوباره به دنیا بر نمیگردد. عرض کردم بس حالا که اینطور هست، خدایا تقاضا اینه که سلام ما رو به بازماندگان ما برسانی و به اونها حال و روز ما را بگویی و بشارت بدهی که هیچ نگران نباشند. این مسیر نگرانی نیست، مسیر امنیت و آرامش است. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امنیت واقعی مال دلدادگان خداوند متعال. اونا که با خدا بستن، حالا چه به حسب ظاهر در دنیا باشن چه به حسب ظاهر زیر خاک باشن، چون با خدا بستن ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اینها ماندنی هستند و اینها همیشگی هستند و اینها فنا ناپذیرن. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک. اینها چون وجه رب میشن و اینها چون رنگ خدا به خودشون میگیرن. وجه رب یعنی چی؟ ببینید، وجه هر کسی یعنی صورت هر کسی بازگو کننده ویژگی های اوست. اگر کسی بازگو کننده ویژگی های خدا شد، یعنی خدایی شد، یعنی رنگ خدا به خود گرفت، این میشه وجه الله. لذا در دعای ندبه میخونیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. امام زمان وجه الله، ائمه علیهم السلام وجه الله، چون خدایی هن، رنگ خدا به خودشون گرفتن. لذا و یبقى وجه ربک یعنی اینا هیچ وقت نابود نمیشن، اینا همیشه هستن، چون خدا ماندنی است. اون چی که رفتنی است غیر خداست. ما عند الله باق وجه الله یبقى و یفنا کل شیء. همه چی نابود میشه میره اما اینا میمونن. لذا اینها بشارت میدن، میگن بگید به خدا، میگن پیام ما رو منتقل کنید که خدای متعال در قرآن پیام اونها رو منتقل کرده. و این پیام به اعتقاد من این
تعابیری که در آیات نورانی قرآن میخونیم نباید خیلی ساده فهم بشه، خیلی مکانیکی فهم بشه، که مثل اینکه یه پستچی بود، این پستچی از طرف خدای متعال آمد و یه مطالبی را پست کرد به خلائق و این شهدا یه جای دوری نامشون اومد رسید. نه، اینطوری نیست. این مطالبی که در قرآنه اصلا نظام تکوین رو خدا داره بیان میکنه. درست. یعنی نظام تکوین اینه که اونی که شهید شده داره پیام آرامش میده، داره پیام امیدواری میده. یعنی خدا عالم رو اینجوری آفریده که شهید به بازماندگان دلداری میدهد و اونها رو به حرکت وامی دارد و راه شهید امتداد پیدا میکند و استمرار پیدا میکند و توسعه پیدا میکند، بزرگ میشود و روز به روز این حرکت به واسطه خون شهید، عرض کنم که عرض عریض و وسعت وسیعتری پیدا میکند. خون سید الشهدا علیه السلام ببینید امروز چه کرده است در عالم. یه رشحه و یک عرض کنم که شعاعی از این حرکت سید الشهدا، این حماسه عظیم 20 میلیونی پیاده روی اربعینه که خدا قسمت کنه ان شاءالله شما رو اونجا زیارت بکنیم. این یکی از شعاعهای خورشید فروزان سید الشهدا است که اینجوری داره فعالیت میکنه. اون وقت حالا من اینو عرض بکنم، امشب شب شهادت بیبیمون حضرت زهرا سلام الله علیها است. خود امام حسین علیه السلام شعاعی از خورشید تابناک زهرای اطهر سلام الله علیها است. امام حسین که این عظمت رو در عالم آفریده است، هرچه دارد از مادرش فاطمه سلام الله علیها. جانم مادر. و این هم باز ادعای من نیست، این فرمایش خود حضرته خودش که در روز عاشورا وقتی ایستاد مقابل دشمن و اون خطبه رو خوند که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلة و الذله و هیهات من الذله، فرمود من رو بین شهادت و بین ذلت پذیرفتن بر سر دوراهی قرار دادن، من هرگز ذلت رو نمیپذیرم و مرگ برای ما، قطع قطع شدن با شمشیر برای ما شیرین‌تر از زیر بار ذلت رفتن است. بعد فرمود ابا الله ذالک لنا، معلم من اگه میخواید بدونید کیه بدونید، یک خدا به ما یاد داده است که زیر بار ذلت نرویم. خدا به بندگانش آموزش داده است که شما بنده منید، برده دیگران نباشید. لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، خدا اجازه نداده است. و رسوله، معلم دوم من پیغمبر است. پیغمبر اکرم به من امام حسین آموخته است که باید عزیز زندگی بکنم. بعد میفرماد و حجور طابت و طهرت، نام نمیاره، با یک کنایه بسیار لطیف و زیبا اینجا از مادر بزرگوارش زهرای اطهر سلام الله علیها یاد میکنه. اون دامنهای پاک، اون دامنهای طیب، اون دامنهای طاهری که من رو پرورش داد، به من یاد داد که زیر بار زور نروم، تسلیم ذلت نشوم. زهرای مرضیه سلام الله علیها اول شهیده راه ولایت، جان شیرین خودش رو در راه ولایت فدا میکند و به ما با عمل خودش این نکته رو آموزش میدهد که در راه آرمان و در راه ایمان تا پای جان باید ایستاد. این جمله معروفی است، اگرچه حالا در متون روایی ما اینو پیدا نکردیم، ولی جمله معروفی است و زندگی اهل بیت به یک معنا تجسم همین جمله است. و مل حیات الا عقیدة و جهاد. اصلا زندگی آن است که انسان یه اعتقادی داشته باشه و به خاطر این اعتقادش ایستادگی کنه، مبارزه بکنه، داشته های خودش رو فدا کنه، جان بدهد. این جمله حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیها که ترجمه فارسیش در این شعر زیبا متبلور شد: دادن جان گر به ره رهبر است، از عسل ناب مرا خوشتر است. این رویه همه اولیاء خدا بوده که در مسیر رهبر اول خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا جان شیرین خودشونو دادن. لذا ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چی میفرماید؟ میفرماید که لألف ضربة بالسیف اهون علی
من موت فی فراش. امیرالمؤمنین میفرماید 1000 ضربه شمشیر برای من علی شیرین تر است از مرگ در بستر. این ضربات شمشیر ضرباتی است که در راه ولی هست دیگه، روشن دیگه. بله. یعنی اگر در راه دفاع از آرمانم، در راه دفاع از ایمانم بایستم، مقاومت بکنم و جان بدهم، 1000 بار ضربه شمشیر در این مسیر بخورم برای من علی شیرین تر است از این که در بستر بمیرم. پیغمبر اکرم فرمود فوق کل ذی برن برن. هر کار خوبی شما فرض بکنی یک کار بهتر از اون میشه فرض کرد. هر کار خوبی بگید یکی بهتر از اون هست. حتی یقتل فی سبیل الله، تا برسه به شهادت. فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن. بالاتر از این دیگه چیزی نمیشه فرض کرد. یه جمله افتادم از آیت الله جوادی آمالی حفظه الله که فرمودن خون شهید پاک کننده است، تطهیر کننده است. پاک کننده مثل آفتاب و آب و ایناست که اونا چیزای ظاهری رو از بین میبره، چیزای باطنی و استبداد و استکبار و ظلم اگه بخوایم پاک کنیم خون شهید اونا رو از بین میبره. نمونه‌هاشو در طول تاریخ تو کشور خودمون هم دیدیم. 200,000 تا شهید باعث شده این همه دشمنی باز این نظام ایستاده. اون غزه هم فلسطین هم با این شهادت‌ها قطعا به اون نتیجه روشنی که شما فرمودید خواهد رسید. خیلی استفاده کردم. عواملی ندارین؟ موفق باشید. محبت دارین. اجر شما و حضرت زهرا. سلامت باشید. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب سببی ساز که در روز جزا، پرونده ما به دست زهرا برسد. اللهم آمین. یا حق